سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به یه مقطع خیلی پرتنش تو دوران ناصرالدین شاه قاجار. سلام. بله، دوره‌ای که ایران و بریتانیا سر مسئله هرات رو در روی هم قرار گرفتن. اواسط قرن 19. دقیقاً. منابعی هم که داریم روایت‌های تاریخی هن که جزئیات این بحران رو برامون روشن میکنن. درسته. هدفمون اینه که ببینیم شاه جوان ناصرالدین شاه چطور با این چالش بزرگ چطور دست و پنجه نرم کرد. یه ترکیبی از غرور ملی، اتکا به نمادهای مذهبی و بعدش هم مواجهه با واقعیت‌های تلخ. آره، واقعیت‌های سیاسی و نظامی. پس آماده این که این ماجرا رو با هم باز کنیم؟ حتما. نکته جذابش همینه. این تقابل بین اون پرستیژ سنتی پادشاهی و فشارهای دنیای مدرن. فشارهای استعماری مشخصاً. بله. و میبینیم شاه چطور سعی میکنه با برجسته کردن نقش مذهبیش خودش رو پناه دین نشون بده تا مشروعیتش تو جنگ بیشتر شه. خب، از کجا شروع شد؟ از همون توسل به نمادهای شیعی؟ دقیقاً. برای محکم کردن جایگاهش و تهییج مردم درست در آستانه جنگ با بریتانیا به امام علی متوسل میشه. چطوری؟ آبان 1235 شمسی، یعنی نوامبر 1856، وقتی دیگه خبر اعلان جنگ رسمی بریتانیا میرسه، یه مراسم خیلی عمومی ترتیب میدن. چه مراسمی؟ شاه یه مدالی رو که صنیع الملک، نقاش معروف دربار، از چهره امام علی کشیده بود به گردن میندازه. جدی؟ آره، با 101 بار شلیک توپ. یعنی یه جور نمایش قدرت و پیوند زدن خودش با مذهب. یه تلاش آگاهانه بود برای ساختن چیزی مثل کیش سلطنتی علی. که یعنی قدرت شاه با پیروزی نظامی و کمک مذهب گره بخوره؟ دقیقاً. اما از اون طرف بریتانیا خواسته های خیلی مشخص و سنگینی داشت. چی میخواستن؟ اول اینکه ایران باید کامل از هرات بیرون میرفت. خب. دوم، هیچ دخالتی تو افغانستان نباید میکرد. و دیگه؟ بندر عباس رو باید به حاکم مسقط میدادن که متحد انگلیس بود. یه قرارداد تجاری جدید هم میخواستن به نفع خودشون و حتی شنیدم صدراعظم را هم میخواستن عوض کنن. شار آوردن. شاه اولش چی کار کرد با این همه فشار؟ اولش خیلی با غرور برخورد کرد. به نوری همون جمله معروف رو مینویسه که مردن با نام به که 200 زنده به ننگ. یعنی میخواست مقاومت کنه؟ آره، امید داشت با توکل به خدا صاحب شریعت آبروی ایران حفظ شه. البته چقدرش واقعاً باور خودش بود، چقدرش برای تهییج بقیه معلوم نیست دقیق. خب اینا شعارها و حرفا بود. تو میدون جنگ چی شد؟ اینجا دیگه واقعیت زد تو صورتشون. ارتش بریتانیا حمله کرد آذر 1235، یعنی دسامبر 1856. بوشهر رو گرفتن. اوضاع بد شد پس؟ خیلی بد. نیروهای ایرانی هم تو نبرد خوشاب نزدیک برازجان شکست بدی خوردن. ضعف نظامی و مالی ایران دیگه کاملا رو شد. و شاه هم ظاهراً از بیپولی کلافه بود، درسته؟ آره، توی منابع هست که گله میکنه. میگه خدا خزانه را تمام کرد نه من. حتی گفته بود حاضر جواهرات سلطنتی مثل دریای نور رو گرو بذاره برای خرج جنگ. بله، همچین حرفی هم زده بود. نشون میده چقدر اوضاع خراب بوده. اون فراخوان علما برای جهاد چی شد؟ اونم به جایی نرسید عملاً. صدراعظم نوری انگار مخالف بود. شاید میترسید شکست جنگ با روسیه دوباره تکرار شه. جنگ ایران و روس 1826. آره، به علما هم میگفت وظیفتون دعا برای شاهه. در نهایت فشار نظامی و مالی دیگه شاه رو ناامید کرد. پس اون غرور اولیه کم کم خوابید. دقیقاً. مجبور شد قبول کنه مذاکره کنن. یه دستخطی داره به امین‌الملک مذاکره کنندشون که خیلی جالبه. چی نوشته؟ نوشته البته زود کار را فیصله بدهید، به هر قسم صلاح می‌دانید، نگذارید به خصومت شدید بکشد. یعنی ببینید چقدر مستعسل شده. کاملا مشخصه. خب مذاکرات کجا رفت؟ مذاکرات رفت پاریس.
با میانجیگری ناپلئون سوم، امپراتور فرانسه. و امین‌الملک اونجا بود؟ بله، با کمک مشاورش ملکم خان که بعدها خیلی معروف شد. تونستن یک کمی شرایط رو بهتر کنن. مثلا دیگه حرفی از برکناری صدراعظم نبود. نتیجه نهایی چی شد؟ معاهده پاریس. معاهده پاریس اسفند 1335 یعنی مارس 1857 امضا شد. ایران رسما از هر ادعایی روی هرات و افغانستان دست کشید. خب این خیلی سنگین بود. بله، و قبول کرد اختلافات بعدی با افغانها رو هم با میانجیگری بریتانیا حل کنه. دستاوردی هم داشتیم. یه نکته مثبتش این بود که بریتانیا دیگه نمیتونست از اون حق حمایت ویژه از مستکلفین استفاده کنه. مستکلفین کیا بودن؟ ایرانیایی که رسما کارمند سفارت نبودن ولی یه جوایی تحت الحمایت انگلیس حساب میشدن. البته شرط داشت، به شرطی که روسیه هم این حقو نداشته باشه. و نیروهاشون خارج کردن؟ بله، بریتانیا تعهد داد نیروهاش رو خارج کنه. جالبه که میگید خود انگلیسی‌ها هم انگار نمیخواستن کلاً قاجار رو بردارن. آره، به روس‌های تضمینایی هم داده بودن، هرچند خیلی دوستانه نبود لحنشون. اما خب تحقیر ایران براشون خیلی مهم بود. چطوری؟ بازگشت سفیرشون چارلز موری به تهران. توی خود معاهده جزئیات تشریفاتش رو نوشته بودن که قشنگ شکست ایران رو نشون بدن. مثلا چیکار کردن؟ صدراعظم میرزا آقاخان نوری مجبور شد شخصاً تا دم درگاه شاه یعنی تا پای تخت همراهیش کنه. وای. البته سعی کردن یه ترفندایی بزنن که کمتر تحقیرآمیز باشه. مثلا صدراعظم رو یه جای بلندتر از سفیر نشستوندن. ولی اصل ماجرا همون بود. همزمان با اینا یه اتفاق دیگه هم افتاد تو هند. دقیقاً. خبر شورش بزرگ هند همون قیام 1857 به تهران رسید. این یه امیدی تو دل دربار زنده کرد. چه امیدی؟ که شاید انگلیس ضعیف بشه. صدراعظم حتی مخفیانه به کنسول ایران تو بمبئی دستور داد آدم بفرسته هند که به شورش دامن بزنن. ولی فایده نداشت. نه دیگه، انگلیس‌ها شورش رو سرکوب کردن و دوباره دست بالا رو گرفتن. و باز فشار آوردن؟ آره، سفیرشون موری شاه رو مجبور کرد یه پولی بده برای کمک به قربانیان انگلیسی شورش هند. عجب. و باید خبرش تو روزنامه رسمی وقایع اتفاقی چاپ میشد، یعنی یه نمایش قدرت و تحقیر دوباره. و اینجاست که اون نکته‌ای که گفتید شاه برای حفظ ظاهر به خشونت داخلی رو میاره معنی پیدا میکنه؟ به نظر میرسه این تحقیر خارجی باعث شد شاه بخواد قدرتش رو تو داخل نشون بده. نمونش خیلی تکان دهنده است. چی؟ اعدام شاهزاده محمد یوسف. اون مدعی حکومت هرات بود. شاه درست یه روز قبل از اینکه معاهده صلح نهایی بشه اعدامش کرد. درست قبل از تصویب نهایی؟ آره، انگار دقیقاً همون موقعی که داشت امتیاز میداد، نیاز داشت تو داخل یه نمایش قدرت تمام عیار راه بندازه که بگه من هنوز حاکم مطلقم. خب همه اینها رو که کنار هم میذاریم، این تجربه تلخ، این رویارویی با بریتانیا، این شکست و تحقیر، چه اثری به نظرتون روی ناصرالدین شاه گذاشت؟ سوال مهمیه واقعاً. یعنی روی نگاهش به غرب، به اصلاحات تو سالهای بعد؟ احتمالاً شاید همین بحران و اون زخم تحقیر در کنار دیدن قدرت نظامی و تشکیلاتی غرب یکی از انگیزه‌های اصلی شد برای اون سفرهای پرسر و صداش به اروپا. و تلاش برای یه سری اصلاحات. بله، شاید یه جور تلاش برای جبران اون حس شکست بود. حتی اگه خیلی از اون اصلاحات فقط ظاهری موندن و مشکلات عمیق داخلی خب همچنان پابرجا بودن. نکته جالبیه برای فکر کردن. دقیقاً این نکته‌ای که شاید شما هم بخواید بیشتر در موردش بخونید یا بهش فکر کنید. این تقابل سنت و مدرنیته و تأثیرش روی تصمیم‌گیری‌های